فیک شدن شکست‌های تریدینگ رنج با تیریپوشا. بچه‌ها تیریپوش به این صورته که کف اول برای ما میزنه، کف دوم و کف سوم میاد بریک میکنه اصولا. در این مواقع باید چه کار کنیم؟ اگر این کف تریدینگ رنج رو تاچ کرده بود نباید از این سقف بالاتر میرفت. این سقف رو من هایلایت میکنم براتون که میبینیم کفم تاچ نشده، پس منتظر لگ سوم میبونیم. حالا وقتی لگ سوم میاد کف تی آر ما رو بریک میکنه، در این ریزموج و پولبک سقفی که میبینید اگر روند از این بالاتر بره، اینجا پولبک لایه 3 داشتیم، اگر از این بالاتر بره منتظر پولبک بعدش میمونیم و با استارت لگ بعد شروع میکنیم به معامله کردن. دقت کنید در اینجا ببینید سیگنال بار کیبار رو به ما داد، وارد پوزیشن میشیم. حالا من پولبک رو برای شما زوم میکنم، دقت کنید. پولبک در دو لگ اول به صورت تی آر و در لگ سوم به صورت فرکتال برای من اومده پایین. با این پولبک لایه 3 که در دل پولبک برای من زده، من ترندم رو رسم میکنم و بعد از بریک این ترند وارد پوزیشن بای میشم برای سقف تی آر. سقف تی آر الان از قبل براتون مشخص میکنم. مشاهده میکنیم که تی پی 3 ما رو راحت تاچ میکرد. حتما نظرت راجع به این استراتژی برام کامنت کن.